الله الرحمن الرحیم. مردمی بیکار بشی بچه. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد حمد به الله و درود بر رسول. السلام علیکم جماعت المسلمین، صاحبان ایمان و صاحبان کرام. امروز که این مادر اسلامی که خدا رحمت و مغفرت کنه در سن 84 سالگی از قید حیات گذشت. 84 سال. اگر 9 سال این هم اگر دوره طفلیت باشه، 75 سال یا 74 سال دیگه خدا را عبادت کرده. چند فرزند به دنیا آورده. زنهایی که به دنیا فرزند میارن که اون فرزندها خدا را عبادت میکنن، در نزد الله بسیار شرف بالا دارند. مادرهای بیچاره وقتی که جنین در رحمشون میگذره، تا 9 ماه اون جنین در بطن میگردونن، یک باری وزمینه در بطن میگردونن. به خاطری چی؟ به خاطری که الله اینها را وظیفه دار کرده است برای زاییدن. که حضرت رسول الله میگه که این زن خودش کارخونه آدم سازی است. اگر یگان زواده که ماشین براره، یگان محصولات نادرست در او گذاشته شوه، همون ماشین دیفکت دار میبره. انا همین مادرها هم اگر کدامش که نماز نمیخونه، کدامش که بی حیا های، کدامش که دروغگو های، کدامش که غیبتچی های، او فرزند سالم به بار نمیآید. برای چی؟ مادر این خودش کارخانه آدم سازی است. انا همین مادری که میبینی قریب 10 فرزند به دنیا آورده است، 10 بار به مرگ قدی دست به گریبان شده است. در این فرزندها به دنیا آمدند. 2 سال 2.5 سال 10 فرزنده به بکشم و بمبرم کلون کرده است. ناله اولون دهن در دهن فرزند گذاشته است. شب وقتی که فرزند کسل میشید، در تاری سر او تاپ گویره گهواره میجموند، پیش پروردگار دعا میکنه که پروردگار این فرزندی من خودت نگه بداری، یعنی که زندهش نگه بداری. گفته 10 فرزند به همین طریق کلان کرد. امروز متاسفانه فرزندهایی هستند که یک مادر در 10 فرزند خار و ذلیل است. در 10 فرزند جا نمیآورد. یک مادری بیچاره 10 طرف به بکشم بمرم کلون میکنه، یک مادر در در خونه 10 فرزند جا نمیآورد. اینا ببین برای چی نمیآورد؟ برای که رسول الله گفته است که رضا الله رضا الوالدین. کسی بخواهد که من راضی کنه، اون پدر و مادری چه راضی کنه. رضا کردن پدر و مادر، خدمت کردن پدر و مادر، این رضا کردن الله و خدمت کردن الله است. اگر کسی شب و روز طاعت عبادت کنه، شب به قیام نماز، روز به روزه تا آخر عمرش، وقتی که میبره از قید حیات میگذره، اگر حضرت عیسی آسمون فراید امام هموش از جنازش بخونه، مادر راضی نباشه داخل جنت نمیشود. مادر این قدر فضیلت داره در نزد پروردگار. مادری بیچاره برای اون فرزند شب خواب نیست، دایم در غم اندوه های. فرزند در خود که رسیه گشته است، مادری بیچاره سرش در تکسری میونه، به حضور خواب نمیده، پیش خدا زاره مینه، دعا میکنه که همون فرزندهای مسافری منه پروردگار تو خودت نگه بدار. امروز که ما میگردیم ساق سالم، این دعای مادرها هست. شخصی رفت پیش مادرش گو ای مادر من دعا بده که من حج میرم. گو من راضی نیستم برای حج رفتن تو. او با خودش قیاس کرد، خلاصه برآورد که این مادرم راضی هم که نشوه، من برای ادای امر الله میرم، حج میرم. به دعای مادر فرموده برفت. وقتی که رفت در یک قافله کوشید که شو خزینه پادشاه را دزد زد. این بیچاره در همون مسجد در مذهب مسافر بود، خواب بود. وقتی که دزدار را سر کردن گریختن، یک تاش داخل همون مسجد شید. دویدن در مدن که در درون مسجد همین آدم یافتن، خفیدن بودن، محبسیش کردن. فردا علی الصلاح وقتی که پادشاه اومد،
قاضی را دعوت کرد گفت که ای خزینه همینقدر مال زیدن امر کرد که دست و پاهاش ببره دستا و پای بچه را بریدن گفت در عرابه بار کنه در بازار بگردونه که مردم ببینن که سزای دست انمی ای تا که دیگرها عبرت بگیرن وقتی که در عرابه سوار کردن در بازار بردن که فر میگردوندن میگفتن که سزای دست انمی ای میگفت این خیل نگه سزای شخصی که دعای مادر را نمیگیره من دعای مادر گرفت است که در اینجا ایچه در خار زلیل شده وقتی که تفحیص کردن برآمدن این انسان بیگناه برمد پادشاه معذرت خواست گفت من برای تو چی خدمت کنم گناه بگذری گفت من به وطن برسون بعد میگه در عصر عرابه آدمی مخصوصه یافتیار کرده به وطن شرایی کرد وقتی که به دری خونش بردش دری خونه را تق تق کردن گفت که برای من نون بتی او کمپیر ایدرون گفت که من چشمی ندارم ترا بینم پای ندارم به پیشی ترا برم گفت که من چشماش کافتگی بدن این انا بچه را گفت من چشمی ندارم ترا ببینم اگر از نامحرم و پرهیز بکنی تا هرچند که کرد مادر پیش ناومد بعد یکی گفت که همین آواز رنگ آوازی فرزندی من وقتی که اومد دیدش فرزندش در دهنی در به دست و به پا گفت ای مادر آیا در حق من دعای بد کردی گفت همون جایی که من اطاعت نکردی رفتی گفتم پروردگارا با پا رفته است به دست پا به نزد من بیاریش انمی دعای من بگی قبول شید انا مادرها در نزد خداوند اینقدر قدر منزلت دارند کسایی که پدر و مادر خدمت نکردن خوب اطیع الله و اطیع الرسول و بالوالدین احسانا کسی که اطاعت خدا کرد ای رسول کرد برای پدر و مادر نیکی نکرد این پدر و مادر میگذرن از قید حیات میروند اینها در خاندان ما و شما مهمانند بعد ای رفتن اونها والله خاری و ذلیلی را میبینی با مرحله همونها میرسی خداوند در همین دنیا خار و ذلیلت میکنه و بعدا به دنیا میبرد بعد در آخرت هم خداوند با چی جزای بخواهد را میتیه که در دروازه جنت نوشتگیه که اوقل والدین لا یدخل الجنه کسایی که عاقی پدر و مادر هستند اونها داخل جنت نمیشوند انا همین مرحومه که الان تای خاکش کردیم همه فرزند داره هم پدر بود هم مادر همه همین ها را به ناله نون لبی آستین کلون کرد پدر اینها نبود پدرش دستین همون رسیه همون جا بود انا همین بیچاره همین قدر فرزند با وای رسول کلان کرد صاحب زن و خونه و در کرد امروز این دنیا را پدرود گفته اومد امروز روزی راحتش بود که فرزندا باید این هر کدومش میبرد در خونش در پیچش گل میکرد گلی سری سبت خدمت میکرد برای دعا میگرفت لیکن سطحی که خدای در حیات بود کسایی خدمت کردن خوشا به حال شو کسایی نکردن وای بر حال شو که بعد ای رفتن ای اللهی بزرگه که ما و شما را خلق کردن انا همین مادره به مرحله پیری میاره و از این مادر امتحان میگیره 10 فرزند را که تو با گریه و ناله کلان کردی امروز از دست اینها ستم ببین یک دش به قدری تو نمیرسد انا اللهی بزرگ او فرزند را در آخرت چندان ناامید میکنه در همین دنیا همین طرح که فرزند پدر و مادر خار و ذلیل کرده است ای فرزندش میبینه که مولوی میگه از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو زی جو این چنین گفته است پیری معنوی هر چی کاشتی همون را بیداری چیزی که در پدر مادر کرده ای فرزند میبینی ولی بعض انسان ها وقتی که خودشون میشناسن صاحب خونه و در ماشین پول میشوند مادر بعد بابوشکه میشود ولی فرزنده خودش مایده کن فکر نمیکنن که ایو هم رنگمون بزرگ میشوند انا میتونم اطاعت نمینن من بابوشکه و دیدشکه میگن و این خاطر پیغمبر گفت که کسی میخواه الله را راضی کنه پدر و مادر خود را راضی کنه ای خوشا به حال فرزنده که وقتی که پیش مادر میآید کفکای پای مادر را بوسه کنه ای مادر این جوانی را به خاطر من بابا داده تو برای من تو پیر شدی تا هم دین روز بختره بودی که ای کفا چند جگید میدوید لیکن ای روی من واره بدبختی پلید تو در پیر شدی در غم من شیخ بود میگه هر پگاهی میومد از قومش میپرسه که این شب کی خواب دیده است بعد کسی که چی خواب میدید خواب میگفت تعبیر خوابی او را بیان میکرد
یک پگاهی وقتی که آمد نماز بامداد خون از قومها پرسید که امشب کی خواب دیده است؟ یکی از قومها خیز گفت ای استاد من ترا امشب در خواب بسیار زیبا دیدم. تای لباس جنت بدی هر یک تاریری شد پر از در مروارید واره میدرخشید. گفت که این خوابیت حقیقت داره. من هر شب بعد از نماز خفتن نزد مادرم میرم، پتی مادرم میشینم صحبت میکنم، پاهکاشم میجقم، ای او دعا میگیرم مرخص میشم پیش فرزندها میرم. وقتی که این شب خفتن خوانده و رفتم مادرم در خواب بود. دیدم نشید مادرم ویدار کنم. نگاه کردم کفکای پاش پر از خاک هستند. نگاه کردم برکای گردنش جینجک زدن. دستا را برداشتم گفتم ای پروردگار این مادری که الان در پیش من خوابه، این به خاطر من جوانی را به باد داد، در حق من خدمت کرد، شب خودش خواب نرفت من خواب کرد، خودش طعام نخورد من طعام داد، در حق همین مادر من رحم کرد. وقتی کفکای پا را دیدم پر از خاک، دیدم نشید به دستم به شکل که ویدار بشوه به همین ریشم پاک کردم همون خاک را. انا همون دور مروارید انا همون خاک قدم مادره که اون مولوی میگه که هر انسانی که جنت میکوه در زیر قدم مادرش بکوه. قدمکای مادر تا بوسه که دل مادر تا به دست بیار. مادر بسیار سیله رحمت. اگر همین والله قسم بگوی ای مادر من تو بسیار دوست میدارم همه گناه تو ببخشم. ای مادر تو بسیار عزیزی همین قبول همه گناه تو ببخشم. نه که پدر قلبش بسیار قساوت سخت است، هرچند زورک نمیبخشد. که پیغمبر میگه که اگر کسی پدرش غلام باشه از مولاش بخره و آزادش کنه حق پدریش خلاص میشه. نه که از مادر نمیشوه. مادر به سه مشکلات روبرو میشوه. یکم این که 9 ماه جنین پلیدی تره در رحمش میگردونه. دوم این که حالتی تولد کردن به مرگ دست به گریبان میشوه. سوم این که 2 سال 2.5 سال پیشی بر ای پیستانش تره نفقه میتیه و غجدی تره میشوه. انا مادر 3 حق داره، پدر فقط 1 حق داره. لیکن این مادرها در نزد خداوند والله فضیلتی زیاد دارند، قدر مرتبه زیاد دارند. زنی که در حالت تولد فرزند از قید حیات بگذره شهید اعلی میبره، این قدر فضیلت داره. چی جایی که 10 فرزند به دنیا آورده است در همه این درد کشیدگی. مراد این که خطاب به سوی جوانایی که پدر و مادر دارند. این جوانی بسیار زود میگذره. هر یک انسان بخواهد دنیا و آخرتش آباد شود پدر و مادر خدمت کنه، دعای پدر و مادر بگیره، ان شاء الله که او انسان در دنیا و آخرت خار نمیشه. کیستره دراز نکنه، دعا کنه پروردگار این مادری که الان در خواب سپرده شد خداوند رحمت و مغفرتش کنه، جاش جنت کنه، بستگانش صبر جمیل بتیه. این شب که بسیار شب سخت است، بسیار شب وحشت و دهشت است. از بالای سریرهای ملایم ایتای لمپشگاه‌های روشن و این قبرستان گوری تاریک مزرعت آمده است. خداوند این قبرش پر نور بگردونه، روضه‌ش یکی از ریاض جنت بگردونه و ای فرزنداش خداوند راضیش بگردونه که تا که فرزنداش هم در قید حیات بتونن خوب زندگی کنن و این بستگانش صبر جمیل بتیه. و این شخصایی که قدم رنجه کردن اومدن همون وعده که رسول الله کرده است که 2 قرات همون قراتین نصیب شما بگردونه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم. بمانی تو با آغازی ابد خویش و یاران جسم به جانی تو را سوی لحد میبرم تنها بمانی تو با آغازی ابد.